سلام، من عبدالله اشورف شما را با مهمترین رویدادهای روز چهارشنبه 16 ایول آشنا میکنم. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 16 ایول خبر داد که در صدمه روز گذشته در متروی مسکو دو شهروند تاجیکستان نیز هلاک شده اند. У нас один молодой мальчик, 19 лет, Мавлонов Насимхон. Его состояние, мы его вчера с момента поступления положили в реанимацию, полностью обследовали, лишний раз убедились, что, слава богу, все хорошо. Сегодня перевели его в отделение. محمد اگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیوی آزادی گفت نمایندگان سفارت بعد تفتیش سردخانه ها در بیمارستان های مسکو اسم قربانی ها را مشخص کردند که اینها بوری حییتوف و بختیار مولانوف سال تولدشان 1989 از تاجیکستانند. صبح 15 ایول یک قطار متروی مسکو در راههای بین ایستگاه سلاویانسکی بولوار و پارک پابیدی از ریلس بیرون شد. در نتیجه این صدمه 22 نفر هلاک و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سیراج‌الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای شرکت در پنجمین جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو مکالمه آسیای مرکزی جمع ژاپن به بیشکک پایتخت قرقیزستان رفت. در این باره تارنمای رسمی وزارت خارجه تاجیکستان خبر داده است. بعد از تیراندازی 10 ایول در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ناحیه‌های اسفره و بودکند، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نخستین مقام رسمی بلندپایه تاجیکستان است که از قرقیزستان بازدید می‌کند. با در نظر داشت رویدادهای اخیر مرزی امکان دارد سیراج‌الدین اسلوف با ارلن عبدالدایف همتای قرقیز خود مشکلات موجوده در روابط دوشنبه و بیشکک از جمله تیراندازی 10 ایول در مرز دو کشور را بررسی کند. مقامات تاجیکستان میگویند که به خاطر جلوگیری از تشنج در مرزها نیروهای نظامی باید در سرحد حضور نداشته باشند. در جزء خط سرحد معین شدگی نیست. خط سرحد معین شدگی نیست. هم شهروندان جنوبی قرقیزستان هم تاجیکستان زندگی میکنند. در اونجا مقامات میلیتsia هم از طرف قرقیزستان هم از طرف تاجیکستان ما در یک جایی دویم کار میبریم. هست میلیتsia باید باشد. و سرحد بود. دیگر یکم قوای لوگی دیگر نباشه. برای همین ما در یک جایی امروز با ریویزیا میکنیم. هفته گذشته در پی یک تیرپرانی نیروهای مرزی قرقیزستان در مرز با تاجیکستان یک شهروند ملکی تاجیک کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید که روسیه همچنان از کشورهای اصلی وارد کننده مال و کالا به تاجیکستان باقی مانده است. نعمت رحمتوف معاون رئیس خدمات گمرک روز 16 ایول در زمینه ذکر نام شریکان تجارتی تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت که در نیمه اول سال روان قزاقستان، چین و ترکیه نیز از شریکان اصلی تاجیکستان بودند، اما 30% مال و کالا از روسیه وارد شده است. جناب رحمتوف همزمان گفت که در حالی که واردات مال در سال روان 23% بالا رفته است، اما کاهش هم در صادرات به نظر رسید که 15% گفته می شود. تاجیکستان از کشورهای کم بضاعت آسیای مرکزی است که استحصالات قوی ندارد و سالهای اخیر به کشور استعمال کننده تبدیل شده است. یک پژوهش مشترک سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان میگوید در حالی که مهاجرت مهنتی توانسته است زندگی شهروندان را بهتر کند، اما یک عده عامل‌های منفی را هم به دنبال داشته است. در این پژوهش آمده است که مهاجرت ستون زندگی سنتی عائله‌ها را در تاجیکستان تکان داده است و باعث طلاق و تنها ماندن زن‌ها نیز شده است. این سند میگوید مهاجرت به کودکانی که بدون تربیت پدر بزرگ میشوند و بر روحیه زنها تاثیر ناخوب گذاشته است. امروز دقت اساسی بیشتر به تاثیر مهاجرت، روند مهاجرت مهنتی به جنبه‌های اجتماعی، یعنی به عائله‌ها، به آنها، به فرزندان آنها، در تشکیلیابی حس وطن دوستی یا که تربیت فرزندها، این عامل‌ها چگونه تاثیر میکنند و از اینها چی نتیجه ها برآمده ایستاده است. به فکر من این یک روند خوب است.
اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.